إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بدون مطالعه، بدون برای شما بررسی و غیره نمیایم روی آنتن بخواهیم برای شما مثلا حرف بی اساسی بزنیم بعد فردا حالا ما کاری با اهل سنت هم نداریم. بعد که شیعه های ما میگن بله فلانی با این به قول دبدبه کوکب آمده یک مطالب بی اساس و بی سند و بی مدرک گفته. از منابع اهل سنت میاریم، ادله‌مون هم اعلام میکنیم، از کتاب‌های خود اونها حقانیت مذهب شیعه امامت امیرالمومنین رو اثبات میکنیم. جلد اول صفحه 264، جلد اول صفحه 265، جلد 3 صفحه 374، جلد 13 صفحه 178، جلد 3 صفحه 323، جلد اول صفحه 85. کارشناسان این شبکه ها حداقل یکی از این مدارک که ما آوردیم بیان میگن مدرک دروغه یا حداقل بیان توجیه کنن. الفتوح ابن اعصم جلد 4 صفحه 288، الاغانی ابوالفرج اصفهانی جلد 12 صفحه 380، عقدالفرید آقای ابن عبدالرب جلد 4 صفحه 475. بیاید از اینها به ما جواب بدید که این مطالبی که در کتاب‌های شما آمده و منابع دست اول شما هم ذکر شده اینها را شما بردارید جواب بدید. و ما هم گفتیم هر مدرک ما داریم اعلام میکنیم، هر کس بیاد ثابت کنه این مدرک دروغه برای هر مدرکش 100,000 تومان جایزه میدیم. دیگه از این بهتر دیگه این دیگه تحدی است، دیگه برای شما عرض کنم تعارف هم ما نداریم. بی حیا باش و هر چه خواهی کن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می‌فرمایند اذا لم تستح فاصنع ما شئت، یعنی اگر حیا نداشتی هر چه خواهی بکن. حالا این شده قصه حاج آقای قزوینی که پس از رسوایی‌های متعدد و پخش کلیپ‌های داله بر خیانت و تلبیس و تدلیس و دروغ‌هایشان گویا هنوز آبرو رو خورده و حیا را قی کردند و بر امام مزی دروغ می‌بندند. اکنون با هم این کلیپ را می‌بینیم تا بدانید بی حیا هر کاری می‌کند. یا آقای مزی برای شما عرض کنم در تهذیب الکمال جلد 21 صفحه 557 ایشون میگه لما مات النبی کفر الناس الا خمسه. مردم کافر شدن غیر از 5 نفر. خب بفرمایید 5 نفر کیا بودن؟ حتما یکیش ابوبکر بوده، یکیش عمر بوده، یکیش عثمان بوده. اگر علی را مسلمان بدانید اون بوده و امام حسین. غیر از اینا من گمان نمی کنم شما دیگه داشته باشید. شما جناب آیت الله که حیا را خورده و آبرو را قی کرده چنان وانمود می کند که گوینده این سخن امام مزی می باشد، در حالی که امام مزی در تهذیب الکمال شرح حال یک از راویان به نام عمرو بن ثابت بکری را ذکر می کند و اقوال علما را درباره ایشان چنین بیان می دارد. ابن مبارک درباره او میگوید از عمرو بن ثابت حدیث روایت نکنید زیرا او به پیشینیان این امت بد میگفت
و یحیی ابن معین میگوید او عمرو بن ثابت انسان قابل اعتمادی نیست و روایتش نوشته نمی شود. و همچنین میگوید عمرو بن ثابت انسان غیر قابل اعتمادی است. امام ابو زرعه رازی میگوید احادیث عمرو بن ثابت ضعیف است. امام ابو حاتم رازی میگوید احادیث عمرو بن ثابت ضعیف است. احادیثش فقط قابل نوشتن می باشد، یعنی قابل استدلال و احتجاج نیست و او انسان بدرأی و یک شیعه تندرو بود. امام بخاری میگوید در نزد علمای حدیث قوی نیست. امام ابو داود درباره عمرو بن ثابت میگوید او یک رافضی خبیث می باشد و در جای دیگری فرمودند انسان فرومایه‌ای است. حناد میگوید من بر جنازه‌اش نماز نخواندم. این شخص یعنی عمرو بن ثابت روایت میکند وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند تمام مردم به جز 5 نفر همه کافر شدند. بینندگان عزیز، مشاهده فرمودید که چگونه حضرت آیت الله محقق و شیخ مفید زمان بار دیگر با تلبیس و مغلطه کلامی را که امام مزی از یک شخص غیر قابل اعتماد نزد علمای اهل سنت نقل می کند به خود امام مزی نسبت می دهد و این امر از ایشان بعید نیست، چرا که آقایان تهمت زدن به مخالفان و دروغ بستن به آنها و دشنام دادن ایشان را عبادت می دانند. پس حتما جناب آیت الله این خیانت را به نیت 14 معصوم انجام دادند و چه خوش گفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا لم تستح فاصنع ما شئت، بی حیا باش و هر چه خواهی کن. اینقدر یعنی دروغ پردازی نکنید، اینقدر جهل خودتون رو تو ماهواره جهانی به نمایش نگذارید، به ضررتون هست.